من شاید 10 سال دیگه حرف بزنم، هیچ چیزی به این مهمی نگم. تو شاید 10 سال دیگه لایو گوش بدی، کتاب بخونی، چیزی به این مهمی نشنوی. ما قابلیت انجام این دو کار رو همزمان نداریم. نمیتونیم در عین حال حس کنیم و فکر کنیم. وقتی داری حس میکنی فکر نمیکنی، وقتی داری فکر میکنی حس نمیکنی. اینا الاکلنگیه. اگه این خاموشه این روشنه، اگه این روشنه این خاموشه. وقتی ما توجهمون تو لحظه حال نباشه به یه شکلی آسیب میخوریم. این شکل برای بعضیا میشه افسردگی، برای بعضیا میشه سرطان، برای بعضیا میشه بیماری‌های روانتنی و سایکوسوماتیک، برای بعضیا میشه گرفتاری‌های از جنس‌های مختلف و اشکال مختلف. به یه شکلی آسیب میخوری. توجه تو لحظه حال نیست، توجه تو بدن نیست. یعنی چی تو بدن؟ یعنی حس نمی‌کنی چیزی رو. وقتی حس نمی‌کنی چه کار داری می‌کنی؟ اگه الان یه جایی بود که شما بودین، همه با صدای بلند میگفتیم فکر می‌کنی. وقتی در حال حس کردن نیستی، در حال فکر کردنی.